خیلی خوب. قراره که بگم چقدر مثلا برام عادیه که دوست دخترم بره همچین کاری با پسر مردم کنه. اصلا مثلا این چیز عادی نیست، بالا یا بدترینه، پایین میاد مثلا عادی تره برام. بره باش فیگور بگیره جلو آینه. با اینکه خوشم نمیاد ولی خب چون بدترش هم میاد میگیم مثلا نه بوسش کنه، بعد عکسم بگیره استوری هم کنه. اصلا نیستم آجی، اصلا نیستم. براش گل بگیره کادو برام عادی نی. اصلا هیچ کدوم نفسم عادی نیست. چرا 10 یه ذره عادی بود. از گونهش بوس کنه عجبا. 5 بره باش هموم دیگه، بره باش هموم. چی داری میگی؟ اصلا غیر عادی. عکس بذاره باش، بذاره بک‌گراندش. خب اون دوست دختر من واسه جر میدم، میخوام چیکار؟ حالا میگیم 6 با هم عکس بگیرن سلفی. خیلی خوشگل، ماسکم گذاشته واسش. بیا بکس. عجب. بخنده باش زیر فلان و سایل و درخت و بعد تو بغلش لخت و اینا. ببین مگه من بی‌غیرتم؟ من ایرانیم. اوی 2 ایار بادم اینم نیست ولی خب 8 ماساژش بده طرف. ببینید حیف نمیتونم بگم این کارا رو نکنید. اصلا این چیز خوب نیست. اصلا این واسه ایرانیا ساخته نشده. اصلا واسه ایرانیا ساخته نشده.